شمالم، دستم زاویه 45 گرفتم. این ولوم آخری که ولوم صداش تا آخر میپیچونم، اینم سنسشه که اینجا تا نصفه باز میکنم. این ولوم وسطی من تا اینجا میارم، هی روشن هی قطع، هی قطع میشه هی روشن. اینجا قطع شد، یک کمی یه 2 میل بیشتر میبندم. بس الان برمیگردم داداش رو به هدفم. من 7-8 متر دورم از هدفم. نوک آنتینم 20 سانت از زمین فاصله دادم داداش. این هدفمه داداش. هم چراغ روشن میشه هم اعدادش میره بالا. حالا من نمیدونم بالانسش درسته، حالا واسه میفرستم داداش. از 1.87 میره تا 1.96 هم میره. چراغ هم روشن میشه. این هدفمه. از زمینم یه 40 سانتی بالاست، قبره. نوک آنتینم داداش 20 سانت از زمین فاصله داره. اینجا نمیگیره، دوباره برمیگردم رو خودش. همینجا وسط کار داره میگیره. ببخشید یه شب هم هست چون روز نمیشه ما سیستم بزنیم.